амиҷада як бор аввалу охир мегум тамом. ман сатр будам. ман қариб солёни сол сатр будам. вақте ки дубор се бор мара қапидан, мара ресторан ай сари стол хезондан бурдан адел соати қариб 10-11 шаб барои сатрам ба ариза гуфтага бо чӣ навистан ки имзомони ё и дафъа қапиден ма ба сатр 75,000 сомон штраф метиҳем ё 15-20 рӯз мешинам. мара миллион бор қапидаган, мара ай рӯи инстаграмам сирдак кардаги, мара рӯз додаги нестан. Вот поэтому ма сатрма снимать кардам румоли партофта, румол дар нӯки сарам да асабам расид нафорид. ма кандам кашидам партофта. чом разница чи қайматова чи полнитова. маҳкам боши, полный маҳкам боши, ҳуй боши, полный ҳуй боши дига. қарм кард гирифтам партофтам, чи иҷа мӯи сар нест, қафо мӯи сарай. полный гирифтам партофтам. Вот поэтому бисёр илтимос савол натиҳем ки бахтоам дафъа каси бяваям нимта блок кардаги мараям савол дариш блок мекунам кадоми сатр мапурсид. جمعه مبارک ممنوع است یا نه؟ روایت های مردم و موقع کمیته دین. خصومت رحمانوف با اسلام نو نیست. یک نامه قبل و نامه دیگر بعدی معین شدن موقع کمیته دین در مورد بعضی از نوشته های معمولی آهنگ اسلامی داشته در شبکه های اجتماعی به دست اصلاح رسید. ما ناگزیر شدیم بیننده گرامی که با یک نگاه گذرا بعضی از اندیشه های خود را در رابطه با سیاست حکومت تاجیکستان در ارتباط با دین اسلام اظهار داریم. اما آن دو نامه را در قسمت پایانی تقدیمتان خواهیم کرد که حتما آن را خواهید فهمید. با نشر یک بیانیه کمیته دین بحث‌های برخاسته در شبکه‌های اجتماعی راجع به منع نوشته‌های روز سید جمعه مبارک، خداوند رحمت و مغفرت کند، و امثال این تمنیات اسلامی را که عصرها باز در میان مسلمین رایج و جاری است تکذیب کرد و گفت که هیچ گونه مجازات برای ارسال و قبول این نوشتجات در قانونگذاری کشور پیشنهاد نشده است. یعنی کسی چیزی روان میکند هیچ مشکلی برایش نیست. یعنی خوب باید بفهمند ملت و مردم و یعنی که صداهایی که براشون میرسد با اونها یعنی که باور نکنند. این گپی یعنی کمیته دین است. و یا این کمیته که سیاست حکومت را در عرصه دین پیش میبرد به این بحث نقطه گذاشت. یعنی باید شهروندان دیگر نترسند و آزادانه هرچی به هر یک دیگر روان میکنند نسبت جمعه یا اینکه خدا پدرت رحمت کند هیچ مشکل براشون نیست. اما خبرها و معلومات هایی که به ما رسید برعکس این را میگوید. حکومت تاجیکستان در شخص خود رحمانوف و مسئولان ساحه حفظ حقوق آن یعنی مقامات انتظامی و امنیتی تمام نیرو و توانی حاکمیت را برای تضعیف دین اسلام و دورسازی جامعه از آن به خرج داده ایستاده است. ما و شما خوب میدانیم که رحمانوف یک دشمن قسم خورده و سرسخت دین اسلام، دین مردم و ملت است. کسی از شما مثلا بیننده گرامی که فعلا این برنامه را دیده ایستاده اید و یوتیوب تماشا میکنید، در یگان جا خواندید یا اینکه دیدید که در جای مثلا رحمانوف باری هم مسجد رفت و سرش را به سجده گذاشته باشد، تنها آن چیزی که در یعنی کعبه رفتن و نماز خواندن در مسجد نبوی آن را برای ما نگوید، در غیر آن دیده اید مگر؟ رئیسان جمهورهای کشورهای همسایه مثلا ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان در دو عید بزرگ ما و شما قربان و رمضان در میدان مرکزی پایتخت‌هایشان همراه مردم نماز میخوانند. عفوی مخصوص بخشیده و فرارسی این دو عید قبول میکنند. اما رحمانوف چی؟ رحمانوف حتی برای برگزاری و برپایی نماز محدودیت های شدید جاری کرد. شما اگر در وقت نماز در راه باشید حق ندارید که عبادت فرضی خود را در لب راه به جا آورید. مثلا در کشورهای غیر اسلامی در فرودگاه، در وکزل و در دیگر اماکن اجتماعی خانه برای برگزاری نماز پیش بینی شده است، مثلا در کاخ سفید امریکا. اما ما در چنین جایها نماز برپای داشتن برایمان جریمه سنگین دارد. در قرقیزستان حتی در پارلمانش یعنی که جای نماز خواندن است. در بسیاری از کشورهای پاس شوروی حتی ما چنین چیزهای را می‌بینیم. در فرودگاه تاجیکستان یک یعنی مسجد روز کردگیان بچه‌ها میگن مدروی دوجت خیلی دیگه توکلش به خدا، اونجا نماز خواندن در نخونی بهتره. خوب دیگه این است سیاست رحمانوف.
2 یا 3 سال پیش رحمانوف دستور داده بود که روزه اتون رو بخورید و زردالو چینید، حاصل تلف نیابه. راستی گپ من در این باره که رحمانوف در این بیش از 70 سال عمری بدبختش یگان بار روزه داشته باشد با این اشکم کلان و گردن بلانگزیش خبر ندارم. بعید است بیننده گرامی، در گمان است و شک و شبهه هم دارم که این رحمانوفی پدر سوخته مادر به خطا در حیاتش روزه و نماز ادا کرده باشد. نسل آن سالها خوب در یاد دارند که آن قوم گروهی که رحمانوف را سر قدرت آورد با شعارهای در دستشان نسبت اسلام وارد صحنه و میدان آزادی شده بودند و همین سیاستی ضد دینی را رحمانوف تا به امروز بر بالای این ملت مظلوم و مستضعف تطبیق میکند. رحمانوف در سیمای هر یک نمازگزار، هر یک مرد باریش و خانم محجبه خطر احساس میکند، میترسد از آنها و آنها را دشمن اسدی خود میشمارد. در تمام طول حاکمیتش دوره به دوره، قدم به قدم دایره دین اسلام در کشور را محدود کرد، ده ها و صدها مسجد را در قلمرو کشور بست و محکم کرد و آنها را به بناهای مسجد را به امنیت و به دیسکوتک و به نمیدونم حتی فرمای گاو و گوسفند مبدل کرد. تعلیم و تدریس اسلامی را برای نسل نورس و کودکان منع کرد. علمای معتبر را از منبر و محراب مسجد پایین آورد. خلاص کارهای کرد که یک مسلمان هیچگاه به خود چون این اجازت را نمیدهد، چه رسد به آن که وی رئیس یک ملت و دولتی مسلمانی باشد. تلاش میکند رحمانوف طرز جلوه دهد که تاریخ و فرهنگ ما از دین و آیین ما متفاوت و دیگر است. وی برای آن نمیگوید که آریایی یک چیزی بزرگ و بلند است، وی برای آن میگوید که انگار آریایی بودن غیر اسلامی بودن است. اینقدر تنفر دارد که با استفاده از قدرت و زور حاکمیت دیگر دین و مذهب ما را، مسجدی، نماز و طاعت و عبادت ما را، حتی نام گذاشتن به کودکانمان را تعیین میکند که از کی ارکان دینمان را یاد بگیریم. یعنی تا 18 سالگی رو آوردن آموختن ارکان ضروریات دینی در تاجیکستان قطعاً است و در صورت رعایت نکردن آن بند قانون مجازات در پیش است. این قانون که وضع کرده است 100% در مقابل فرض، یعنی دستور مستقیم الله و شریعت اسلام است. برای پدر و مادر، والده فرض است که به مجرد 7، 9 و 12 سالگی دختر و پسری آنها را با ارکان اسلام بزرگ کند، فرزندانش را، یعنی تعلیم بدهد. اما رحمانوف درست و دقیق در مقابل این دستور الله قانون قبول کرد که پدر و مادر که بدون اجازت کودک خود را با تعلیم اسلامی فرا میگیرد مجازات خواهد شد. شما از یک چنین رئیس و رهبر دیگر چه توقع داشته میتوانید؟ قانون قبول کرد که تا به 18 ندرآید مسجد نرود، در غیر صورت به جزا مبتلا خواهد شد. اما محمد صلی الله علیه و سلم میگوید که از 7 سالگی و فرزندانتان آموزش نماز را آموزید و اگر 10 ساله شدند و نماز نخواندند فرزندانتان را تنبیه کنید. حالا اکنون این وضع ما و شما را مسلمانان تاجیکستان را کی باید اصلاح بکند؟ ما به دستور الله پیامبرمان اطاعت کنیم یا قانون رحمانوف را؟ ببینید رحمانوف مستقیم به الله جنگ کرده ایستاده است. این تنفر و این بدبینی در قلب رحمانوف بر علیه اسلام واقعا هم جای نگرانی دارد. رهبر و رئیس یک مملکت مسلمانی از دین و آیین مردم خودش متنفر است. بعضی خبرهایی که از دور و برش می آید حاکی از آن است زنهای سطر پوش را بیند کسل می شده است. رحمانوف بیمار می شده است. این که فرهنگی بیگانه سر و لباسی بیگانه میگوید نشانه بغض و خصومت آشکارایش با این دینی اسلام است. ببینید که در جلسه ها که رقص و بزم دارد چقدر طبعش بریده می شود و گاهی میکروفون را میگیرد و سر آوازی ارتیست میگیرد. روح رحمانوف باز می شود. این یعنی روحاً و قلباً ضد اسلام است. تاجیکستان با همه دردو روایت از منی. خوب بیننده گرامی دیدید که رحمانوف چگونه سر میکروفون رو میگیرد، چگونه یعنی سخنان میگوید در مورد اینکه وقتی که رقص و سرود رو میبیند هدفش تنها و تنها یعنی انا همین است. با فکر رحمانوفی کلاورم گردن بلانگزی فقط فرهنگ چی است؟ گویا اینکه رقص است و سرود است و دخترانی نیمه برهنه در نظرش رقص کردن فرهنگ است. حجاب پوشیدن از فرهنگ ما نیست. یعنی فرهنگ ما خیلی لختی است.
اینجا یک گفته‌اش را که همین چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی دور میزد تقدیمتان میکنیم. اگر در زبانمان، در رفتارمان، در کردارمان ظاهر پرستی کنیم، جلک‌های دراز پوشیم، ریش‌های دراز مانیم، سطر و حجاب بندیم، لیکن دل و نیتی بد داشته باشیم، این ظاهر پرستی است و خلاص. الله لعنتت کنه. ترام گاستوک پشته شیم کستون پشته اینه که ای تو دا قاتل بدبخت نیست. دموکرات یا تاجیکستان دولت دموکراتی نمونده ولی تمامی کارات دولت دیکتاتوری است. آخر بدبخت یک گپ میگوی به خاطر چی بیننده گرامی؟ یعنی از ریش، از ژلک، از حجاب سخت نفرت دارد رحمان، یعنی ظاهر پرستی میدونه. ولی تو ظاهر پرستی داری شکم دم که گاستوک کستون پشته فکر که دموکراتی و دولت تاجیکستان یعنی که دموکراتی و آزاد گویا که فکر کرده، نه در حالی که این نیست. بگذار بیننده گرامی این گفته رحمانوف را تحلیل منطقی و معنایی نکنیم، برای اینکه چون مثل همه حرفایش زید و نقیض است. اما ببینید که چطور احساس نفرت خود را به جلک‌های دراز، ریش‌های دراز، ستر و حجاب پنهان داشته نمیتواند. یادتان باشد سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم تاجیکستان منع گذاشتن ریش و پوشیدن حجاب در برخی کارخانه‌های دولتی را ترتیبات داخلی مؤسسه‌ها عنوان کرده بود، یعنی از دوش خود ساقید و به گردن دیگرها بار کرد. جرأت نکرد بگوید که رئیس حکومت همین طورش را می‌خواهد. این را قبل هم گفتیم و باز هم میگوییم که اگر جامعه آزاد و دموکراتی باشد، چنانه که رحمانوف میگوید، اگر دولت ما دنیوی و مدنی باشد، کی چی کار دارد که در تن من جلک است یا کاسیوم یا جامه یا پالتو؟ ریش من به تو چیزی آن دارد که کوتاه گذارم یا دراز؟ و همین طور یک زن ستر و حجاب کند، به تو چی آخر؟ خوب بیننده گرامی، اینجاها که چندین سال شد در اروپا از یمنی پلید رحمانوف میگردم، کسی را به کسی در این مسئله ها کار نیست. میبینید در زمستان تای شورتی گشته است، برعکس میبینید در تابستان با پالتو گشته است مردک. این کار خصوصی است، حریمی خصوصی است. تو رئیسی رحمانوف خوب باشد، ولی رئیسی ریش و حجاب و سطر و جلک و دستاری من نیستی که آخر رحمانوف. من باید طبق خواهش و اراده و مذاق تو فرما عدیوت کنم. چرا برای لباسی من تو پرابلم داشته باشی؟ شب تا روز، روز تا بگاه، روز که ایواد که رزاده لعنتی میگردی. ما کردورت نمیشیم کوچ خیلی عرقه میزنی. رخشانه در کوچه های لندن به مینیوبکا میگرده، آزاده میگرده، در دوشنبه به لشکای پریگوشت. کسی کردورش نمیشود. یک بار پرسیش که در اونجاها هم پرابلم ریش و سطر و جلک روز جمعه مبارک هست یا نه؟ بار دیگر یادرس میکنم این همین اسماعیل سامانی و تمام دودمان وی که برایت الگو و نمونه شده است ریش داشت. از کودکی قرآن خوانده بود، مولا بود، یا رودکی ریش داشت، سینا ریش داشت، مولانا جلالدین رومی ریش داشت، عینی ریش داشت. اینها همه اشان مولای داملا و مولوی بودند و همه اشان در خورد قرآن را خوانده و از بر کرده بودند، نه از 18 سالگی. حتی اساسگذار همین حکومت رحمانوف سنگک در زیر زنخش 4 تار هم بود ریش داشت آخر، یا این کار میکنیدم. و حالا آن دو نامه را پیشکشتان می نماییم بیننده گرامی که بفهمید که مردم بیهوده نمیگویند تا شمال نشود برگ درخت نمی جنبد. نامه اول که قبل از بیانیه کمیته دین و اصلاح رسیده است از شهر کولاب است که دقیقاً آن نوار را تقدیمتان می نماییم تا اینکه خودتان بفهمید. خوب بیننده گرامی ببینید که چی نوشته است از کولاب. سلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین. این نامه را از شهر کولاب می نویسم. به نظرم می رسد که 2-3 سال دیگر رحمانوف دین اسلام را در تاجیکستان ممنوع اعلان می کند. کار به همین سمت رفته ایستاده است. از سال تا سال دیگر فقط کارش محدودیت در رسم و رسوم دینی ما است. اینجا نابر نمی کنم. حالا اکنون معلوم شد که من بعد نوشتجات‌های اسلامی، تمنیات‌های اسلامی، نوشتجات‌های جمعه مبارک یا خیر و برکت روز جمعه مبارک طبق قانون نو منع است. نفری که این گونه نوار یا متن را ارسال میکند 9000 سومانی و شخصی قبول میکرده که 7000 سومانی جریمه میشود. برادر محمد اقبال، من به شما نوار صحبت‌های یک نفر را میفرستم ولی او را نمیکنم به شما. خوب مهم که دیگر صدایش را شنوید، اگر خواسته باشید نشر کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بچه ها مکسه ساز تنجه سامتون خوبه؟ چیل داره؟ بچه ها اگه خیلی مورا گفتن شماره میگیم در مجلس یمی وحدت اعلان شد که امنیت گفت که هر کسی که جمعه مبارک میکنه که می نویسه جمعه مبارک نمو چیزا کارت این کارو میکنه کلیپ جمعه مبارک
11,000 سومون جریمه. هر کسی که لایک میمونه نمیشه فراموش کردم 40,000 گفت چند هزار گفت همیشه شما فهمیدن. خیلی مقصد گپ که هم جمعه مبارک چیز جریمه جمعه مبارک 11,000 وایش لایکش با بسیارتر. بعد کسی که در مسجد سنت نمیخونه میبرویه ویدیو را تحت نظارت میگیرن کامیرا را. کسی که سنت نخونده میبرویه و یادم قورش کندگی و بعد تاجیکیش بگیریم. مقصد گپ که احتیاط باشه بچه ها. خیلی که همین خیلی دولت زندگی میکنیم دیگه چیکار میکنیم مجبوریم قانون رعایت کنیم. اکنون نامه دوم از دوشنبه. این نامه چنان بیننده گرامی تذکر کردیم بعد نشر تکذیب کمیته دین رسیده است و آن از دوشنبه می باشد. این نامه هم نوار اودیویی بود که افرادی که آن را خواندند متن کرده تقدیم نموده بودیم که آنها باید بفهمند و بخوانند. افرادی که ویدیو نمیبینند و کارشان خواندن است تا اینکه آنها هم یعنی از خواندن آن چیزی که در متن بود باید یعنی براشان فهم باشد. این نفر نامی یک همکارش را در آغاز صحبتش میگیرد. اگر دقت کنید و در آخر به چند زیر دستش دستور میدهد که در این باره نظارت درست کنند. ما به خاطر امنیت این بعدمون یعنی که دیگه چیزا را نمیگیم ولی مهم که صدا را نشر میکنیم و شما هم شنوید. غالب شد درست خیر کردی. ما در مجلس سلکتری نزد محترم وزیر بودیم. روز سعید جمعه مبارک روی میکنن جریمه 10,000 سومون تعیین شدگی. لایک میمونن یا می نویسن که خداوند رحمت طریق جنت نوشته 40,000 لایک نمونن. نمی روز سعید جمعه مبارک الحمدلله هممون مسلمانمونه که همین گپا را وای کردستن جدی نظارت کردن. تو در زنگ زم غالب شاکه زوبای در زنگ زم نگرفت الهام گفتم اسمت گفتم همین مسئله را جدی نظارت زبگی که همین روز سعید جمعه مبارک نظارت کنند دیگه. یک منبع دیگری ما که در مقامات قدرتی گفت که این تصمیم در سطح بالا گرفته شده بود و میبایست در نماز جمعه 31 ایول این محدودیت ها را اعلان میکردند، اما باز با ملاحظات ترجیح دادند که بدون اعلان اما آن را عملی کنند. حتما اجرا میکنند و ما و شما شاهد خواهیم بود که برای روز سعید جمعه مبارک جریمه و یا استاتیم میزنند. خوب، اکنون بیننده گرامی از نگاه شرعی اگر بگیریم منظوری من را خوب باید بفهمید. یعنی جمعه مبارک گفتن یگان سنت نیست. بله جمعه روزی سید ایام است. بله جمعه یعنی بهترین روزهای هست که عیدی یعنی مساکین است، در آن نماز جمعه است، یعنی فضیلت های بشمار دارد. روز جمعه صلوات بر رسول اکرم فرستادن است، خواندن سوره کهف است، بعد از عصر تا شام وقت اجابت دعا هست. بله بهترین روزی است که ما مسلمان ها یعنی عیدی مساکین مینامیم و یکی از روزهای مهم هفته برای هر یک فرد مسلمان است، چنانه که برای نصرانی ها روز یکشنبه و برای یهودی ها روز شنبه و برای ما روز جمعه هست. ولی اینکه در قضیه یعنی روز سعید جمعه مبارک گفتن یگان سنت باشد چنین نیست. ولی منظوری ما از این برنامه این است که رحمان حتی نفرت به همین روز جمعه دارد. انا این است منظوری ما انا این است. امیدوارم که بیننده گرامی خوب قضیه را فهمیدید. اکنون چند خطاب به رحمانوف داریم. در پیشگاه الله چی پاسخ خواهید داد؟ جناب امام علی رحمانوف، شما می توانید کمیته دین را وادار کنید که خبرها را تکذیب نماید. می توانید مقامات را برای نظارت مسجدها، ریش، حجاب، تعلیم دینی و نوشته های مضمون اسلامی سفربر سازید. می توانید مردم را ترسانید، جریمه کنید و صدای اعتراض را موقتا خاموش نمایید، اما یک حقیقت را تغییر داده نمی توانید. مردم تاجیکستان مسلمانند و اسلام بخش جداناپذیر هویت، تاریخ و فرهنگ آنهاست. اسلام را با فرمان از قلب مردم بیرون کردن نمی شود. محبت به قرآن، نماز، روزه، حجاب، مسجد و روز سید جمعه را با قانونهای محدود کننده نابود ساختن امکان ندارد. فشار تنها زخم جامعه را عمیق‌تر، اعتماد مردم را کمتر و فاصله حکومت را از ملت بیشتر می کند. موافق نامه ها و ثبت های به اصلاح رسیده از یک طرف کمیته دین آوازه های مربوط به منع عباره های جمعه مبارک
و خداوند رحمت و مغفرت کند را رد میکند. اما از طرف دیگر منبعها از دستورهای غیری رسمی جریمه و نظارت چنین نوشته ها خبر میدهند. ما مستقلانه درستی همه این ادعاها را تصدیق کرده نمیتوانیم، ولی همین تضاد خود به تحقیق آشکارا و پاسخ روشن نیاز دارد. اگر این خبرها دروغند، پس چرا مقامات دولتی جز یک بیانیه کوتاه، سند، شرح حقوقی و کفالت روشن پیشنهاد نمیکنند؟ چرا به مردم آشکارا نمیگویند که برای نوشتن جمعه مبارک، دعا کردن برای شخصی فوتیده یا گذاشتن لایک هیچ کس حق بازداشت و بازپرسی و جریمه کردن شهروند را ندارد؟ چرا چنین نمیکنند؟ و اگر این دستورها واقعا داده شدند، پس مسئولیت آنها تنها بر دوش یک کارمند محلی نیست. مسئولیت تا با بالاترین سطح حاکمیت میرسد. جناب امام علی رحمانوف، شما چندین سال است که خود را حامی تاریخ و فرهنگ ملت معرفی میکنید، اما فرهنگ این ملت را از اسلام جدا کردن ممکن نیست. اسماعیل سامانی، رودکی، ابن سینا، مولانا و صدها شخصیت‌های برجسته این سرزمین در محیط تمدن اسلامی پرورش یافتند. به نام آنها افتخار کردند و همزمان برای تعلیم عادی‌ترین اسلامی مانع گذاشتن ضدیت آشکارا است. آخر چرا از نماز کودک میترسید رحمانوف؟ چرا از روی مال زن میترسید؟ چرا از ریش یک مرد میترسید؟ چرا از پیام جمعه مبارک میترسید؟ چرا از تعزیه یک برادر برای برادر دیگرش میترسید؟ اگر حکومت از یک جمله دعایی به لرزه میآید، مشکل در آن جمله نیست، مشکل در ضعف خود حکومت است. دولت استوار از عبادت شهروندانش نمیترسد. دولت عادل به حریم خصوصی، اعتقاد و وجدان مردم دخالت نمی کند. خطاب به سلیمان دولت زاده و سید مکرم عبدالقادر زاده. مراجعت جدی ما مخصوصاً به شماست. شما آدمانی بسواد نیستید هر دو. تحصیلاتی عالی دینی دارید شما. آیاتهای قرآنی، حدیثهای پیامبر و احکام شریعت را خوانده و خوب میدانید که عالم باید حق را به صاحبان قدرت بگوید، نه اینکه برای هر عمل حکومت دلیل ساخته بجوید و توجیه کند یا با خاموشی آن را سفید کند. آیا یگان بار در خلوت از خود میپرسید که وظیفه شما چیست جنابان؟ حمایه دین و حقوق مسلمانان یا تبدیل یافتن به سپر سیاست حکومت؟ آیا وظیفه کمیته دین فهماندن احکام دین و حمایه آزادی اعتقاد است یا نظارت کردن لباس، ریش، مسجد، مراسم و پیام های تلفنی مردم؟ جناب مفتی سید مکرم عبدالقادر زاده، منبر شما امانت است. نام مفتی تنها عنوان نیست، مسئولیتی است که در نزد الله از آن پرسیده خواهد شد. وقت در مسجد برای نورست بسته می شود، وقت آموزش دین محدود می گردد، وقت زن برای حجاب و مرد برای ریش تحت فشار قرار می گیرد، سکوت کردن شما چی معنا دارد؟ آیا شما واقعا گمان میکنید که روز حساب می توانید بگویید ما فرمان بردار بودیم؟ الله نمیپرسد که منصب شما چی بود یا کدام مقام از شما چی میخواست. میپرسد وقتی حق پایمال میشد شما چی کردید؟ میپرسد که علم و مقام خود را برای حمایه حق استفاده بردید یا برای سفید کردن ظلم؟ چنانه که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقفوهم انهم مسئولون، و آنها را باز دارید زیرا آنها بازپرسی خواهند شد. ای مفتی و ای سلیمان دولتوف یا دولت زاده، شما بهتر از دیگران میدانید که اطاعت از مخلوق در کاری که نافرمانی خالق است جایز نیست. پس چرا این حقیقت را به رئیس دولت نمیگویید؟ چرا نمیگویید که دین مردم دشمن دولت نیست؟ چرا نمیفهمانید که مجبور کردن جامعه به ترک نشانه های دینی نه امنیت میآورد و نه محبت به دولت؟ بله، آیا یک بار جرأت کرده اید به امام علی رحمانوف بگویید هر دو جناب پرزیدنت این ملت مسلمان است، با اعتقاد آن نجنگید، مسجد را با مکان ترس تبدیل ندهید، تعلیم دینی را جنایت نسازید، به لباس زنان و ریش مردان دخالت نکنید، از جمعه مبارک دشمن نتراشید، مردم را وادار نسازید که میان قانون دولت و فرمان الله یکی اش را انتخاب کند. اگر نگفتید چرا از دست دادن منصب برایتان سنگین تر است یا پاسخ دادن در پیشگاه الله؟ شاید امروز وظیفه ماشین دولتی، منبر و محافظ شما را از سوال مردم دور نگاه دارد، اما هیچ یکی از اینها در قبر هم راحتان نمی رود.
آنجا نه فرمان پرزیدنت رحمانوف میماند، نه دستور وزیر و نه بهانه سیاست دولت، تنها عمل میماند و مسئولیت. ما از شما دعوت نمی کنیم که به سیاست وارد شوید، از شما طلب می شود که وظیفه دینی و وجدانی خود را اجرا کنید، حق را حق بگویید و باطل را باطل. به حاکم فهمانید که مبارزه با نشانه های اسلام، مبارزه با هویت و شعائر اسلام اکثریت ملت که این دین را دارند و عاقبت چنین سیاست برای دولت و جامعه خطرناک خواهد بود. جناب رحمانوف، این کشور مالکیت شخصی شما نیست و دین مردم نیز تابع ذوق و طبع شما نیست. شما رئیس دولتید، نه صاحب ایمان، وجدان، ریش، حجاب، مسجد و دعای مردم. حدود وظیفه دولت را بشناسید. بله، مردم را برای ایمانشان تحقیر نکنید و جامعه را مجبور نسازید که اعتقاد خود را پنهان نگاه دارند. و شما سلیمان دولت زاده و سید مکرم عبدالقادر زاده، پیش از آن که دیر شود از خود بپرسید، اگر فردا در پیشگاه الله از شما پرسند که هنگام محدود شدن دین او چرا خاموش ماندید، چی جواب خواهید داد؟ بله، جواب این سوال را امروز آماده کنید. فردا برای اصلاح سکوت، توجیه موقع و بازگشت به حق شاید دیر شده باشد. بله، امیدواریم که اگر در ضمیر اینها عادی ترین ایمان وجود داشته باشد، حتما صدای خود را خواهند بلند کرد و اگر نه، پس واقعا وای به حال شما سید مکرم عبدالقادر زاده و سلیمان دولت زاده که هر دو فارغ تحصیلان جامعه و دانشگاه های اسلامی، هم سعودی و هم پاکستانند، که از اسلام آگاهی خوب هم دارند، ولی امروز در مقام ایستادند که بلعم باعو را در نزدشان، باور کنید، چای ریز هم نمی شود. خب بیننده گرامی، این بود آنچه که تقدیمتان نمودیم. امیدواریم این برنامه تأثیر برای این سردمداران رژیم و افرادی که با دین این ملت کار دارند خواهد رسید. با امید پیروزی، با امید رسیدن حق به حقدار، با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.